میشه پدرتو در میارم. همه رو تا آدم میدید بیرون. چه تا داماد به شما؟ یه بیرون! در این شبها که گل از برگ و برگ از باد از هست میترسم در میشه پدرتو در میارم. همه رو تا آدم میدید بیرون. چه تا داماد به شما؟ دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه. کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه. ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو. الان تعریف کنم همش من تصدیق کنم فقط با آهنگی ریاست دانشگاه قرار شد بدون هیچ دلیلی از دانشگاه بگیم بیرون. قید خریدار توشیدم اون وقتی مدیره فلفل ریختن سیرات مردم می اومدن. منم میخواستم بگم که از دستشون نرفتم. همه باید یه دو فیلم ها جمع بشه.
بچه ها شو باش هنر تهران شب گذشته با دخالت نیروهای انتظامی و پلیس مواجه شد. دانشجویان در اعتراض به برخورد نیروهای انتظامی و رسیدگی صنفی خود امروز دست به تجمع زدند. در گفتگوی مسعود ملک با علی نیکونسبتی از فعالین دانشجویی از این تازه‌ترین تحولات آگاه می‌شویم. امروز این دانشجو در اعتراض به بازداشت‌هایی که شب گذشته داشته و دخالت نیروی انتظامی تجمعی برگزار کرده بودند و در چند ساعت گذشته نیز ادامه پیدا کرد. آخرین اخباری که از این دانشگاه میرسه اینه که این دانشجو با مطرح کردن مجموعی از خواسته‌ها مثل رفع احکام کمیته انضباطی، بهبود وضعیت رفاهی دانشگاه و استعفای رئیس و مسئولین حراست دانشگاه فعلا به تجمع خودشون پایان دادن. تا وقتی که در پایانه به خواستهاشون نرسن همچنان به تجمعات خودشون ادامه خواهند داد. نیروهای انتظامی با دانشجویان این دانشگاه به چه صورت بوده؟ در ساعت پایانی شب و صبح روز گذشته نیروهای انتظامی به دانشگاه حمله کردند. البته در میان اونها نیروهای لباسچرخی هم حضور داشتند. چندین تن از دانشجویان بازداشت شدند و فقط دانشگاه پیروزگی حماقت! دانشگاه پیروزگی حماقت! پیروزگی حماقت! پنجه می سایم بر پنجره ها